خونه نشسته بودیم یه دفعه زلزله اومد، همه میخواستن فرار کنن. من گفتم عمرن این شکلی پامو بیرون نمیذارم، باید آماده شم. میخواستن منو به زور ببرن، گفتن ببین سیل، زلزله، طوفان، سونامی، حتی اگه از آسمون آتیش بباره بدون آرایش نمیام. همینجوری خونه میلرزید. سری لنزامو گذاشتم، کرم پودر همه کارامو که خیلی خوب صورتمو کاور میکنه زدم اینجا، یه ذره از سقفمون ریخت پایین، خیلی ترسیدم. دوباره میگفتن بیا بریم الان میمیری فلان. گفتم بابا اگه قسمت بشه زنده میمونم، ول کن، نمیتونم بدون آرایش بیام که. والا آرایش من مهمتره یا زنده موندن؟ بعد با پنکیکم کامل صورتمو زجاج کردم که هی استرس الکی بهم میدن، آرایشم یه وقت خراب نشه. دیگه دیدم خونه انقدر داره میلرزه نمیتونم یه خط چشم صاف بکشم، بجاش سایه اسموکی زدم. چیکار کنم خب؟ مگه هی ادعا نمیکنن علم پیشرفت کرده، ال شده بل شده؟ یه زلزله رو نمیتونن از قبل به ما بگن آرایشمون رو بکنیم؟ اصلا یه ذره آدمو درک نمیکنه. روزم زدم اینجا، دیگه تقریبا نصف خونه خراب شده بود. منو به زور کشوندن بردن، نذاشتن درست آرایش کنم، موهامو درست نکردم.